سلام. این هفته باز با فرمت جدیدمون برگشتیم. جدید که آره دیگه جدید حساب میشه با دیگه، دامفورس نسبت به بالا اومدیم با آپگرید. آره با دامفورس 12 قسمتی که اونوری ضبط کردیم این فرمت جدید نه حساب دیگه میشه. سعی میکنیم همه مدل رو داشته باشیم، به خاطر اینکه بعضی وقتا نمیتونیم بیایم، بعضی وقتا میتونیم بیایم، بعضی وقتا امیر هست، بعضی وقتا خیلی بعضی وقتا داریم. خلاصه سلام میکنم منم به همه عزیزان. اول از همه یه تشکری بکنم از همه شما که پادکست قبلی رو گوش داده بودید. امیر براتون فرستاده بود. من خودم امیر برای من تمام نظراتتون رو که چجوری بهتر بشه رو برام فرستاد. مرسی از تک تکتون. داریم سعی میکنیم همه اینا رو دونه دونه حلش کنیم. یکم یهویی اگه بخوایم همه رو حل کنیم، چون یکم سخته، احتمال داره به جفتمون فشار بیاد، ولی همه رو میدونیم. مرسی از شما و سعی میکنیم همه رو برطرف کنیم. چطوری شاید؟ آره 100%. تو چطوری؟ خوبی؟ ما هفته پیش آنچه گذشت داشتیم، در واقع 2 هفته پیش که مثل آره. این فیلم. حالا آنچه خواهیم دید خواهیم داشت. آنچه خواهد شد مثلا خواهد آنچه شد. ما فکر میکنیم که خواهد شد. که در واقع نفر دوم به بعد چه چیزی میشه. آره. چون هنوز به نظر من پرزم 100% جاشو اثبات نکرده به عنوان نفر دوم. به نظرت پرز دوم میشه؟ احتمالش خیلی بالاست. این نمیخوام بزنم تو سر داستان، احتمالش 70-80%. آره حتی بیشتر. بعد ببینیم روحیش چطوره. آره به خاطر اینکه پرز لازم نیستش که همه رو دوم بشه که مثلا نفر دوم بشه. میدونی به چی میگم؟ پرز میتونه هی چهارم پنجم و اینا هم بشه، بازم دوم بشه. آره دیگه امتیاز زیادی فاصله میدونی به خاطر داره. چی میگم؟ آره اصلا بیشتر به خاطر میگم که بقیه مداومت ندارن. یعنی ما همیشه مثلا لکرک سوم نیست یا مثلا همیشه همیلتون سوم نیست. میدونی چی میگم؟ همدیگه رو دارن میخورن همه. آره میفهمم همه امتیازشون داره. انتظاری که سال پیش داشتم اون. از فراری برای ردبول که میخواستم امتیازهای اول بودن رو هی بخوره که فاصله انقدر زیاد نشه، چون لکرک خیلی جاها اول بود توی کوالی و اگه میتونست بعضی جاها اول بمونه حتی تو مسابقه، مکس انقدر فاصله نمینداخت. یه جاهایی شاید مثلا یکی میتونست بگه اوکی احتمال داره حتی سومی راننده هم شانس اول شدن داشته باشه، مثلا نیم فصل دیگه. فیلم هندی هم نیست. آره قبول دارم، ولی حالا این فصل میبینی خودت هم دیدی دیگه. یه مدت بگو اسمشو استون مارتین ای بابا بگو استون مارتین چرا اسمش یادم رفت؟ نه آلونسو. آره فرناندو آلونسو. از همین 2 دقیقه پیش گفتم آلونسو. داشتیم با هم حرف می‌زدیم. تست میکروفونت داشتی بالا. تو تست میکروفون. آره فرناندو آلونسو مثلا یه چند سری اون شد 6 تا پودیوم آورد. بعد 2 سری پرز اول شد، حتی یکیش اسپرینت بود. بعد میگم لندو اومد بالا این سری، لوئیس چند بار اومد. مثل اون کشتی کجاست که کنار رینگ وایستادن یهو میرن میزنن روش خونه هم جابجا میشن میان تو. مکس تو رینگه. آره. اینا همه میرن یه دور باش میجنگن میان بیرون. آره مکس فعلا به قول خود شارلز لکرک هم میگه اصلا اینو توی سیاره دیگه از طرف اصلا یه جای دیگه داره مسابقه میده. امروز میگفت اگه به ما برسن بقیه، من حال و حوصله دوباره وسط بازی کردن رو ندارم، میرم بیرون حتی اگه زودتر از 2028 بشه. البته نمیدونم اینا بیشتر به خاطر تابستون بدون اخباره. کی گفت اینو؟ نفهمیدم. مکس گفته بود که امروز گفته بود که اگه مثلا ماشینای دیگه به ما برسن و بزنن جلو، مثلا تقریبا گذشته بشه، ما هی برای دوم شدن بجنگیم، من حال و حوصله‌شو ندارم، ترجیح میدم خونه بشینم و دیگه بازی نکنم. چی میشه؟ یکم هم حالا تحمل کن دوم بودن دیگه. این بعد میرفت راننده رنو میشد. رنو هم هر وقت اول میشد تو مسابقات شرکت میکرد. بعد که
ماشینش مثلا خوب نبود و اینا به بهونه میپیچید گفتی یا میکردش رنو؟ آلپین یا میرفت بیرون. من رفتم تو آره. ماسا رنو میدونی که 2008 یه تصادف خیلی حرفه‌ای انجام داد. الانم یه کیس دادگاهی هست که تو حتما دربارش شنیدی. یه شخص معروفی میخواد قهرمانیشو پس بگیره. نظر تو؟ آره این که اصلا این آخه تو نمیدونم تو یاد میاد یا نه، یه بار یکی از دوستانمون برگشت گفتش که اگر مثلا قرار 2021 که ردبولو بگیم که اوکی نیست قهرمانیش، مثلا نشماریم واسه قهرمانی های مکس، چون ما میگفتیم همیلتون اون وقت مثلا میشه 8 دیگه. برگشت گفتش که همیلتون همین الانش هم 7 نیست به خاطر سال 2008. تقصیر همیلتون نبود که همه دارن همیلتون بعد اصلا من اون موقع نمیدونستم قضیه چی بوده. خب من سکوت کردم، گفتم که خب شاید یه چیزی هست من نمیدونم مثلا. بعد رفتم دنبال قضیه، اصلا هیچ ربطی به همیلتون نداره. یعنی مثلا میدونی این چی میمونه؟ آره مثلا یکی تو خیابون داره رد میشه که دارن ساختمون میسازن، از اون بالا یه آجر 10 تا آجر میخوره سر یارو، بعد طرف میمیره. بعد مثلا میگن که آقا اونی که اون ور خیابون داشت 5 جلوتر رد میشد مقصر اونه. چرا؟ چون فقط تو این خیابون بوده. ببین اگه این کیس باز بشه بی ربط همیلتون هم ببخش وسط حرفت میخوام اینو بگم، بهترین قسمت داستان این بود که اگر همه اینایی که میگن آقا اوکی، همیلتون با امتیاز بیشتری قهرمان میشه، با اختلاف امتیاز بیشتری همیلتون قهرمان میشه. یعنی اگه بهش اونجا رو بگن که بله آره اگر بگن همه اون چیزا رو، چون الان درسته F1 داره یه سری ویدیو میده، قبلا ریس که یکی از شاخه‌های F1 این مسئله رو توی ویدیو کامل باز کرد، تمام امتیازها رو حساب کرد، اگه چه رأیی بدن چه اتفاقی همه چیو هر جوری حساب کنی همیلتون قهرمان میشه. نه اصلا یه چیز دیگه هم هست. توی یکی از مسابقات همون سال همیلتون میره توی یکم جاده خاکی، یکم میبره میره که بهش 25 ثانیه پنالتی میزنن. تو نمیدونم 25 ثانیه اگه به هر کی بزنن، من میگم دی ان افش کن ماشینو، فایده نداره. آکان دی ان اف کرد دیگه، آکان 25 ثانیه داشت دی ان اف کرد. گفت مسابقات اولم بود فکر کنم. اصلا 25 میتونه بره اونو شکایت کنه، چون اگه اونو برگردونه از اون ور خب اون 25 ثانیهش برمیگرده، میگن آقا بکن 5 ثانیه. خب یادم نیست چندم شد به صورت واقعی، حالا به صورت اینکه از خط پایان گذشت، ولی خب امتیاز بیشتری کسب میکنه. چه اسفانی گفتم به خاطر همین. آره تو اصلا آره خلاصه امتیاز بیشتری کسب میکنه و از اون ور میتونه جبران کنه. میگه اگه قرار پرونده رو وا کنیم و ما وا میکنیم. همون سال 2008 من 25 ثانیه پنالتی خوردم. 2021 که دیگه اونقدر نزدیکه که خیلیا من که یادم نمیره. من هر وقت اینستاگرام تصویری صحنه از اون لحظه مسابقه ببینم 3-4 تا پست میرم پایین‌تر اصلا نمیتونم نگاه کنم. فکر نکنم کسی به عنوان طرفدار بنز اونجا رو این اتفاق بد و یادش بره. نه اصلا دیگه حالا اصلا بگیم طرفدار بنزم نه کلا چون تو تاریخچه F1 رو دوست دارم، این چیزایی که کمم کانتروورسی داشتن و رفتم دنبالشون، گشتم ویدیوهاشون رو نگاه کردم یا مثلا مقالهشون تو خود F1 خوندم. تنها سالیه سال 2021 که خود راننده ها میگن آنفر. آره ببین خود راننده ها خود بیسیم خب لایو اون لحظهش که مثلا میگفتن همه رو خب بپرید برید جلو و اینا، یادم ریکاردو گفت، فتل گفت، همشون تو بیسیم ساینس گفت یه کامنتی میدادن که درست نیست. ولی جالب ترین کس استرول بود. آقا برم نرم قضیه چیه، بریم نریم مثلا، یعنی اصلا چون اتفاقی بود که تا به امروز نیفتاده، اصلا یه قانون من درآوردی عجیب غریب، هیچ کس نمیدونه اصلا قضیه چیه، بعد بره سبقت بگیره نگیره، چیه داستان، چی کار باید بکنه. خلاصه خواستم اینم باز کنیم، اونقدر غمگینه میخوام رد شیم بریم از این داستان که اینو گفته باشم. و حالا میخوایم درباره آنچه خواهیم دید حدس و گمان بزنیم دیگه. گذشت رو که معادله رو میدونیم چی به چیه، تا امروز کی اوله کی اینجوریه.
چجوری میخوای بریم جلو؟ میخوای از ته داستان سریع بریم بالا، اون جایی که میرسیم بالا یکم سرعت توضیح دادن رو پایین تر کنیم، یا چیز میخوای بکنی، روش دیگه ای داری؟ نه همینو میریم ریزی صحبت میکنیم دربارشون دیگه، ولی کلی به صورت کلی به خاطر اینکه هنوز تا یعنی گرند پری بعدی بخواد شروع بشه هنوز مونده تا 27 و 8 آگوست. کم مونده. امروز امروز 19 یعنی ما یه دونه دیگه پادکست داریم که هیچ مسابقه برگزار نشده، اونو به احتمال قوی میریم واسه همون مهمترین نفرات هر تیم قسمت دومش. بعد با یه سری قوانین رو من جمع و جور کردم درباره تایر و فلان و مثلا اینطور چیزا، و اونو میگیم که بعدش یه گرند پری خواهیم داشت. چه گرند پری اینا خواهیم داشت؟ یه جایی که کمترین دم فورس رو همیشه میذارن، واسه همین و دیدنی میشه. احتمالاً لوئیس همیلتون قراره قراردادشو چیز کنه دیگه، به همه بگه، اعلام میکنه. من فکر کنه. کنم بسته تا حالا 100% داره اعلام میکنه. فایده نداره تو تابستونی به این بیخبری بخوای این بمب خبری رو بندازی. مثل سال پیش نیست که از اون ور یه راننده بگه من تو این تیم نیستم، خودشون غلط کردن، از اون ور آلونسو بگه بدون که به تیمش بگه من تو استون مارتین. خیلی تابستون آرومی بود، ولی از اون ورم من داشتم فکر میکردم لیکرک خب سر 80-90 میلیون دلار بست. آره نزدیک 200 میلیونش میدونم. نزدیک 200 میلیون بست. اگر لوئیس مثلا 5 ساله بسته باشه باز میشه تا 2028. مطمئنا لوئیس باید بیشتر از لیکرک پول بگیره. فکر میکنم بره تا 300 میلیون. من فکر کنم باهاش قرارداد گنده اینجوری بستن، به خاطر اینکه از اینور ماشینه بعد بهش دادن، یه چیزی بهش میدن که بگن اوکی بیا این از اینور جبران. آره احتمال. و احتمالاً قول این که شاید آخر سر بیای به عنوان سفیر مرسدس بنز یا قسمتی مثل کنار من بشینی. نه من فکر کنم اصلا شیر بهش بدن به احتمال زیاد، چون یه چیزی ما اصلا داریم توی چیزای بیزنس، به خصوص توی کمپانی‌های مثلا خیلی بزرگ این خیلی رایجه. مثلا چه میدونم EA تو بگو AMG فلان، اینایی که خیلی چیزای بزرگی هن، کمپانی‌های بزرگی هن، آدمای شاخصشون مثلا CEO یا ستاره شون، اگه بازیگر ستاره دارن، راننده ستاره دارن، بهش میگن کامپنسیت دیگه، جبران کردن، که به شیر میدن. خیلی از فیلمان این کارو میلیون طرف به بازیگره میده، نمیتونم بهت پول زیاد بدم ولی خودت هم میدونی این فیلم میگیره، بیا مثلا این وسط درصدی از فروش فیلم بهت میدم دیگه. آره اینا معمولا شیر بهش میدن، مثلا ببینی شیر یهو ارزشش خیلی زیاده و خب اصلا واسه کسی مثل لوئیس همیلتون هم 99% این کارو میکنن چون بمونه دیگه. ارث و میراث بنز همینه. آره بابا این تا موقعی که پیر بشه بعد واسه یه بنز 2014 تا الان هرچی داره از برند همیلتونیش داره. میخوام یه کار کنم، میخوام سریع از ته بیام بالا، نه قدرم سریع، چون بعضی از این تیم‌ها شاید مثل استون مارتین اگه قرار بود بخوایم سال پیش پادکست بگیم استون مارتین نگیم، نگاه امسال چی شد، کشید بالا و یه تیمی شده که الان همه دارن درباره صحبت میکنن. به نظر تو آلفا تاوری رو سال بعد احتمالاً با اسم جدید چجوری میبینی؟ اول از همه قراردادای اینا رو ریکاردو قرارداد واسه سال بعد با اینا بسته یا همینجوری داره رفاقتی میدونه؟ اصلا معلوم نیست. آره فعلا رفاقتیه. بعد راستش بخوای حالا آلفا تاوری چون اسمش آوردیم، من که تو فکرم بود این بود که چیز قراردادش تمام بشه، الکس آلبان با ویلیامز تا 2025، یعنی 2025 آزاده. از اون برم خب سارجنت راننده زیاد جالب و فلان خوبی نبود. من خیلی فکر می‌کردم که میدونم من خیلی تو فکر این بودم که یعنی اینطوری فکر می‌کردم که ویلیامز ممکنه به جای سارجنت رو بیرون کنه، بیا سونادا رو بگیره. خب سونادا منتظر جایی بهتر. الان سونادا داره سربازیشو توی آلفا تاوری میره که بهش تمام که شد دوره دیگه آسایششو تو ردبول بدن. برای همین فکر نکنم دوباره از اونجا بره، به قول دی خود گیمر دیگه نیو گیمو بزنه از نو اکانت بسازه بره. آره ولی یه چیزی که هست میدونی حالا چون آلفا تاوری رو داریم میگیم، آلفا تاوری هیچ وقت تیمی نیست که آینده داشته باشه. این خود راننده هاش هم میدونن، یعنی وقتی گسلی هم جدا شد رفت آلپین، ورودی واسه ردبول دیگه.
آره ورودی واسه ردبوله، ولی دیگه هر راننده‌ای حد و اندازه خودش رو میدونه. میدونه چی میگم؟ یعنی ردبول رو میبینه خب یه صندلیش خالی میشه تا و برای اون 2028 خودش. صندلی آره و برای اون یه سنم از که چکو فکر کن بره اصلا سال بعد چکو کارش تمام باشه بره یه صندلی خالی میشه. احتمال اینکه واقعا سونادا رو بگیرم به نظر من نزدیک به صفره، یعنی در همین حدود صفر، با اینکه من خیلی سونادا رو دوست دارم ولی واقعا یک دهم درصد من شاید. متاسفانه از رانندهای فرمول 2 و 3 و حالا جای دیگه که تالنت باشن و اینا همینجوری تو رادارشون حواسشون بهش باشه خبر ندارم آنچنان. من خبر دارم، من اتفاقا خبر دارم، خیلی سریع میگم 3 تا راننده هستن، هر 3 تا ردبول، هر 3 تا با لیوری ردبول دارن تو فرمول 2 شرکت میکنن. اون وقت دکتر مارکو برگشت گفتش که آره ما وقتی ریکاردو رو آوردن با آلفا تاوری گفتش ما زیاد فرمول 2 استعداد خاصی امسال نداشتیم، طرف هر 3 تا رانندن، اصلا همه خبرنگارا یعنی مخشون سود کشیده بود که چه اتفاقی داره میفته. اینطوره برای ردبول نگهشون میداره، نمیخواد از الان خیلی چی میگن بولدش کنه داستانو که آره راننده خوب داشتیم بعد خبرنگارا ببندنش به توپ که خب چرا ریکاردو اینجاست چرا ریکاردو اونجاست. میدونی یه جورایی فعلا ریکاردو رو و خودشو نجات داده که کسی دنبالشون نره، چون وقتی این میگه بده الان صاحب سبکه دیگه، واقعا هم آدمیه که واقعا صاحب سبکه، یه چیزی میگه یه چیزی حالش اینجوری نیست که حالا بزنیم تو سرش بگیم بابا هیچی حالش نیست، واسه همین همه قبول میکنن حرفشو. نه این کار است واقعا. ولی حالا برای آلفا تاوری سونارو که به احتمال قوی امسال هست، اگر سال بعد که عوض میشه من تنها امیدم اینه که به کسی که دارن واگذارش میکنن این کاره باشه واقعا، یعنی این تیمو به قهقرا نبره که فقط بیاد یه پولی بخواد ازش در بیاره مارکتینگ کنه. میدونی به چی میگم؟ من فکر میکنم آلفا تاوری سال بعد میتونه واسه 5م 6م بجنگه، الان 10م خیلی احتمال اینکه کی میگیرتش یعنی مهمه، چون میدونیم از اونور هم چیز داره میره دیگه، بگو اسمشو، آلفا رومئو هم داره. خب آلفا رومئو اسمن داره میره دیگه، آلفا رومئو خیلی وقت رفته، مخصوصا با توجه به وضعیت الانش نگاه میکنی کاملا معلومه هیچکی اصلا دل و دماغ بروز رسانی ماشین رو نداره، به خاطر اینکه برنامهشون کاملا چیزه، خیلی وقتا برای تو 20 من همچنان دارن واسه خودشون میجنگن، تو 20 بودنشون معلومه که نه صابر میخواد حالی بده به فراری که الان آلفا رومئو روشه، نه آلفا رومئو میخواد حالی بده به گلی بذاره رو سر صابر رو بره، چون در نهایت سال بعد این امتیاز میمونه واسه اینا. آلفا تاوری آلفا رومئو میشه هست البته سعی میکنیم واقعا شایعات رو تو پادکست نگیم، ولی این چیزیه که احتمالش خیلی بالاست احتمالش خیلی زیاده. آره چون الان خیلی هم دارن درباره این که هست چرا راننده عوض نکرده سر این قضیه صحبت میکنن که آقا اگه این قراره ادغام بشه تیم بزرگتری میشن، میتونه راننده بهتری بگیره، ماشین بهتری داشته باشه. حالا میگم بذار آلفا تاوری پس سری ببندیم. آلفا تاوری سال بعد میگم ما نمیدونیم کی قراره بگیرتش، این خیلی مهمه، بسته به اینکه کی میگیرتش و اینکه ریکاردو این فصل دوم چه کار خواهد کرد، یعنی دقیقاً به اینا بستگی داره. ریکاردو این فصل دوم چه کار میکنه و فصل بعد کی میگیرتش، ولی به عنوان تیم میره بالا آره ولی از این بابت خوشحالم که از زیر چتر ردبول میاد بیرون. نمیاد بیرون ببین حداقل از این حالت این که هرچی من بگم و اینا فلان فقط تیم دومه فلان عین چیز میمونه، شعرشون داره کمتر میشه، مثل که باس هم میخواد بیاد، یعنی باس میخواد مثل که بگیرتش جوری که من شنیدم هوگو باس. قسمت آلفا تاوری شو که برند لباسه رو میدن به باس، ولی همچنان تیم همون تیمه. من فکر نکنم اینا بخوان درصدشون رو کم کنن، فقط آلفا تاوری رو میندازن بیرون به عنوان برند و خب این باعث میشه دستشون وا بشه، از ایتالیا هم بیان بیرون اینا. آره از ایتالیا که میخوام بیان بیرون. بالا میگم من شنیده بودم که یکم چون با ردبول میخواد خرج و مخارجش رو یعنی یکم کمتر کنه، جمع و جور کنه خودش رو واسه تیم اصلیش،
ممکنه که شعرشو کمتر کنه. اگه بیاد بیرون من خیلی خوشحال میشم، اگر نه بازم زیاد امیدی فعلا نیست. حالا اونو به قول تو شاید تا پنجم ششم بیارنش، ردبول بیاره که دهن خیلی‌ها رو ببنده. آره تا ششم بیاره که فقط دهن ملت رو ببنده که آقا نه ما واسه این تیم هم ارزش قائلیم. ولی نه بریم سر بعدی، آلفا رومئو که تقریبا دربارش الان حرف زدیم. هم صابری که قرار خواندید به نظر من بهتر از این خواهد. آلفا رومئو، آلفا تاوری فکر میکنم در واقع صابر آینده فکر میکنم برای پنجم ششم بجنگن. انتظار نباید داشته باشیم. من شخصا حالا نظر شخصی منه، یکی هم شاید عجیبه، ولی من حالا تو ذهن من اینطوریه که آلفا رومئو رو من کلا بستم تا 2026 که آودی بیاد. اصلا انگار نیست این تیم، اصلا وجود نداره. آره اصلا آقا نیست این تیم تا 2026، چون انگار نمیخواد واسه این سری، یعنی واسه این قوانین تا قبل 2026 خرج کنه ماشین دیولپ کنه. میخواد از کی بگیره؟ من خیلی اطلاعاتم اصلا اطلاعات خودشون ندادن بیرون. صابر خودش اومد صحبت کرد هیچی نگفت، گفت والا ببینیم مثلا همش تو در و دیوار هیچی صحبت نکرد. یعنی یکم گپ دارن میافتن دیگه توی فاصله افتادن که تا برندشون برند بشه، ساینز بیاد، همه اینا نمیدونن باید چیکار کنن. خب حسو چجوری میبینی؟ ببین حس تا موقعی که گونتر هست اگر بتونه ادغام بشه، تیم یکم بزرگتر بشه، بتونن بیشتر خرج کنن، بهش فراری باید حال بده. آره گونتر آدمیه که دوست داره تیمو بکشه بالا. خیلی آدم ببین الان با همین داشته هاش بعد کار نمیکنه. خدایی بابا هیچ اینا ماشین دیولپ نمیکنن، اینا آپگرید ندارن اصلا هیچ. یه ماشین دارن از اول فصل با همون دارن میرن جلو، با همون میبینی میاد کوالی مثلا چهارم میشه، کوالی سوم میشه، چهارم میشه. از جفت راننده هاش هم راضیه، حقیقتا هم راننده های خوبی برای تیم خودش داره. همین هم میشه انتظار رفت. هم از اون ماشین نمیشه انتظار خوب داشت، هم از اون تیم نمیشه راننده‌ای مثلا نمیتونی که به انتظار داشته باشی مثل مکس برونن و اینا. دو طرف با هم در تخته با هم جورن فعلا. و من فکر میکنم وقتی منابع دیتاش با آلفا رومئو که یه جورای فراریه ادغام بشه، ما این تیم بهتری خواهیم دید. ولی نه سال بعد. نه سال بعد تازه اینا حساب کتاب دستشون میاد که وقتی ادغام شدن چیکار باید بکنن. تازه میفهمم من چیه. آره اینا تازه میفهمن خب الان موتور فراری داریم، فلان داریم، چیکار کنیم، حالا کی کجا رو دست بگیره به قول معروف. میدونی چی میگم؟ ولی امیدوارم این ادغام صورت بگیره، مرج بشن، تیم بزرگتری بشن، چون حیفه برای هر دوتاشون، حیفه. هر دوتا تیمای حالا خاص نمیگم با سابقه ایه، ولی گونتر اونقدر کاراکتر دوست داشتنی، همه دوست دارن این یه چیزی ازش ببینن، حیفه تو سایه باشه و بیا جزو اصلی ها. امیدوارم میاد. یاد اون ویدیو توی مسابقه آخر بود یکی یه پرچم گرفته بود دستش نوشته بود next championship by گونتر. آره خودش هم دید آره. یه بهش داشتش تاییدش میداد. خیلی حال میکنم باش. میرسیم به ویلیامز اعظم و بزرگ که یه مدت خیلی ته جدول بود و الان داره سعی میکنه نقشی که سال بعد این تیمای پایین داشتن بازی میکردن و بازی کنه. الان هفتمه تو نیم فصل و به نظر من امسال همین هفتم اینا میتونه ببنده و سال بعد نمیدونم چی بگم. سال بعد این تیمای پایینش بدجوری زخم خوردن. آره ببین یه چیز کوچیکی که هست اینه که تو این تیمایی که الان اسپوردیم تنها تیمی که الان راننده درجه یک، نمیگم خیلی جوان ولی اوکی داره، ویلیامز فعلا. آره ویلیامز، چون الکس آلبان 27 سالشه، یعنی سال بعد نزدیک 30 سالش میشه و تنها کسیه که یه راننده به قول معروف درست حسابی داره. بقیه تیم‌ها راننده درجه یک تاپ ندارن و از اون برم میشه گفت تنها تیمیه که رئیس تیم این کار است.
این کاره رئیس مثلا تیم لازم داره تکنیکال آماده میشه مهندسی. برگرده بنز. آره بعد و نمیدونم تا جایی که حالا من امروز اتفاق خیلی درباره ویلیامز شنیدم اینه که آره امروز هم یه مقاله ازش تو F1 بود. آره اینا به شدت از لحاظ تکنولوژی عقبن. اینا برای باله جلو دستی درست میکنن باله رو، میشه گفت. بابا این بیچاره میگفتش که من روز اول که وارد شدم فکر کردم دارن با من شوخی میکنن. این چیزایی که میگیم برنامه‌هایی که واسه ساخت ماشین نیازه، حتی سافت‌ور به عنوان نرم افزار کامپیوتری اینا ندارنش. آره سیستم ایمیلشون حتی مشکل داره. همه چیز سنتی. سیستم تیکت بگو اسمشو تو انبار چیا آره. داری چی نداری، بارکد و اینا، اونشون مشکل داره. یعنی اصلا این خانه از پای بس ویرانه است به قول معروف، مال ایناست. این تازه داره اونا رو درست میکنه. 1-2 سال طول میکشه اینا درست بشه، سرمایه جذب کنه، بخواد سرمایه رو بده که ماشین چیز کنه. یعنی خودش هم میدونه 5 سال همه اینا طول میکشه. اما می‌خواستم اینو بگم، با چیز اونقدر آدم باهوشیه، با همین چیزایی که داره آره بابا، و یه دونه راننده خوب خودش تا 7م کشیده بالا. حالا فکر کن مثل پرینتره 3 تا رنگ داره، با 3 تا رنگ 4 تا رنگ داره، با 4 رنگ همه رنگا رو چاپ میکنه. دقیقاً داره 1 میلیون رنگ چاپ میکنه. و میگم سال بعد واقعا نمیشه ازشون انتظار داشت، اصلا نباید ازشون انتظار داشت. یعنی اینا همون هر چیزی که امسال تمام کنن رو بتونن برای سال بعد نگه دارن. شانسی بقیه تیم ها هم جایگاه بهتری پیدا کردن، ولی این چیزی از ارزشاشون واقعا کم نمیکنه به خاطر آره الکس ولی آلبان. اینم حساب کن اگر یه راننده‌ای که نزدیکای حتی الکس آلبان هم بود داشتن، الان ممکن بود 6م هم باشه. آره سارجنت چون یعنی حالا نمیتونیم بعد دهنی کنیم اینجا، ولی واقعا در حد هیچیه، هیچ امتیازی نداشته. یه سال دیگه هم بهش فرصت دادن واقعا. آره. تو مدرسه بنز برخلاف مدرسه ردبول یکم رحم میکنن به طرف، همچنان فرصت میدن خودشون نشون بده و این اتفاق براش افتاد و احتمال هم داره بتونه. خب اولین بارش تو این ماشینا، حالا نباید مقایسه کرد با بقیه مثل اینا که با بچه همسایه بلد نیست، خیلی از ترک‌ها رو بلد نیست، با بچهای همسایه نباید مقایسهش کرد. آره. بعد ببینیم چی میشه. من میگم یه استوپ ریز بزنیم بیایم. آره بریم و برگردیم، منم بعد یه سه چیزا شارژ کنم به قول من. باش. خب ما اومدیم به بخش دوم از این قسمت پادکست. یه لحظه دور چرخید تو ویدیو، شاید فکر کردم دوربین افتاد. رسیدیم به آلپین و تمام اتفاقات عجب غریبش که همه میدونن که چه اتفاقی براش تا الان افتاده و تو چه جوری میبینی؟ من واقعا خیلی خاکستری و تو مه میبینم این تیمو. آره آلپین نیم فصل دوم با سر سقوط خواهد کرد به نظر من. بعد میگم این نظر شخصی منه، به خاطر اینکه هیچی سر جای خودش نیست الان. خیلی ها از این تیم جدا شدن و درسته هیچ سرصدایی در نیامد، ولی از استخدامایی که تیم‌های دیگه کردن فهمیدیم که از آلپین همه جدا شدن، رفتن تیم‌های دیگه. ویلیامز یه سریو گرفت، استون مارتین گرفت، مکلارن گرفت، بعد ردبول مثل که یه نفر رو گرفت. تیم فرمول 1 آدم نخبه اونطوری مثلا 3 نفر 4 نفر داره، بقیه همه اوکی هم باهوشن، ولی اصل کاریا 4-5 نفرن، سیاستمدار نیستن. آره اونا رفتن به قول معروف. روسی که روسیه دیگه، اون رئیس اصلیه همچنان داره مزخرف و چرت و پرت میگه. ببخشید من از این لفظ استفاده میکنم، واقعا داره مزخرف و چرت و پرت میگه، چیز بدی نگفتی حالا. آره بعد که میگم احتمال این که حالا هفته قبلم یه کوچولو صحبت کردیم، اینا ارزش تیمشون یهو رفت بالا، سرمایه‌گذاری اینطوری اومده، بعید نیست تیمو رد کنن بره. احتمالش واقعا هست، اصلا نباید دست کم گرفت اتفاقای اینطوریو، برای که 1.5 میلیارد دلار پول کمی نیست که تو یهو به دست بیاری. و
چیزی هم از دست نمیدی. کننده است اون چیزی که امیرم میگفت. خب بالاخره رنو دیگه اول آخرش، حالا دروغ که نگیم، تیم قدیمیه، تیمیه که خیلی وقت بوده و خب 2 تا هم قهرمانی آورده. یکم اینش ناراحت کننده است که بره. مثلا امیر دوست داشت بمونه، هر جوری هست تو دلش دوست داشت بمونه این تیم، ولی منم موافقم که این تیم احتمالاً بره و به عنوان پاور بمونه، پاور یونیت. ولی حتی بعید میدونم آندرتی بخواد از این پاور یونیت بگیره. نه اگه بره که کلا میره، برای اینکه به قول تو کسی نمیاد از تیمی که خودش اعلام میکنه آقا من 25-30 اسب بخار زیرم بیاد پاور یونیت بگیره. یعنی از هر کاری که نباید میکرد و کرد رئیس آلپین، میدونی سی اوشون نفر بالای بالا، نه رئیس تیم چیزش افانش، رئیس کل آلپین، هر کاری که نباید میکرد و این باعث شد که من لبخند زدم پشت میکروفون به خاطر اینکه تونست کاری بکنه نگاه ها از رو فراری و سوتیاش برداشته بشه و بیاد به سمت واقعا فراری فرانسوی. و منم آینده این تیم آینده روشن و قشنگی نمیبینم. من حس میکنم واقعا آندرتی رو جای این میبینم در آینده، چون داره یواش یواش این مشکل به خود رنو میرسه، رو تاثیر بالاخره خیلی از این تیم‌ها اینجان که فروش ماشیناشون هم بالا باشه، یه جورایی افتخاریه مثلا برای بنز که تو فرمول وان حتی اگه اول هم نباشن یه افتخاره، ولی وقتی بیای اینقدر خرابکاری کنی میتونه رو کل برند تاثیر بذاره. شاید یه مدت سکوت کنه بره بیرون. آره ولی اول پس هم داستان سر همین بود که چی شد، اصلا شد آلپین. رنو اومد اعلام کرد آقا من اصلا ماشین اسپورت ندارم، برای چی بیام این همه خودکشی کنم، خرج کنم، فلان کنم، بهمان کنم که فروش ماشین، چون ماجراست هم میگه ماشینش همش ماشینای روزمره‌ای ان که آره 10 سال برات کار میکنن، ولی ماشین اسپورتی در کار نیست توی رنو. برای همین داد به آلپین، یعنی اومد زیر شاخه خودش که مثلا ماشین اسپورت داره میزنه رو آورد که بتونه فروش اون رو ببره بالا. اگرم یاد باشه زمانی که ماشین آلپین رو رونمایی کردن حرفشون این بود که آقا ما با این کار تا 5 برابر فروشمون رو زیاد خواهیم کرد. بعد حالا آلپین کلا خودش 2-3 تا ماشین بیشتر نداره که خودش میسازه، A110 همونو S-سریش رو ساخته، مثلا ماشینش اینطوریه. حالا سلیقه‌ای هم واقعا دوستش ندارم، حالا درست پولش هم ندارم. آره دوستش هم ندارم. از این برام بگذاریم، من بیشتر از همه دارم واسه پیر گزلی میسوزه که با 1000 امید و آرزو از آلفاتاری جدا شد که دارم میرم توی تیمی که میتونه بجنگه تو صدر. اینا که دور ریخته نمیشن، 100% هر کسی که این تیمو بخره نگهشون میداره و به نظر من بعدم نیست با یه برند جدید دوباره شروع کنه. آندرتی هم یه عشق ماشینه، مثلا همین تو هر جایی که هست اگرم اول نشه خیلی موفقه. برای همین اگه بیاد بگیره اینا رو 100% به نفع گزلی هم میشه، با توجه به این هرج و مرجی که توی این کمپانی به وجود اومده. به نظر من یه آدم جدی بخواد بیاد پشت این تیم قرار بگیره با برند جدید به نفع جفتشونه، به نفع آکان هم هست 100%. آره حالا به قول تو اگر به شرط اینکه بگیرتشون، مثلا خودش راننده‌ای نداشته باشه، اینا ما نمیدونیم، اینو احتمالش خیلی زیاده اینا رو بگیره. چرا میگم اینو؟ به خاطر اینکه هفته قبلم صحبت کردیم، الان صندلی زیادی خالی نیست توی فرمول 1. واقعیت اینه نیست. یعنی تو بالاخره میخوای توی تیم خوب باشی، گسلی دیگه نمیخواد از آلپین مثلا بره توی آلفا رومئو رانندگی کنه، میگه یا یه تیم همسطح آلپین باشم یا دیگه برم بالاتر. برای همین تیم بالاتر هم خبری نیست فعلا. حالا فعلا آلپین همینجا نگه داریم. به نظر من آلپین 7م تموم میکنه امسال، شاید هم 6م. امکان نداره از 6م بالاتر بیاد. سال بعد وضعشو بدتر از الان میبینم. حالا تو هم نظر کلی تو یه لحظه بگو. خیلی وضعشون رو بد میبینم، خیلی من فکر نکنم واقعا از حس و اینا افتضاح تر باشن تو این فصل دوم. بالاخره با همین وضعیت هم میتونن 6م تموم کنن، همین جوری میمونن. ببینیم. حرفت درسته. تو هم میرسیم به تیمی که تقریبا 3-4 تا مسابقه است. اصلا اگه اینا رو فاکتور میگرفتیم همین 5م میمون مکلارن به نظر من، ولی الان تیمیه که شاید
بتونه با فراری به جنگ الان، یعنی تارگت اولش باشه جنگیدن با فراری که 4م. تو چه جوری می‌بینی مکلارن؟ من سال بعد به شدت چیز می‌بینم، قوی می‌بینم، جزو 4 تیم برتر می‌بینم که گاهی اوقات رو پودیوم می‌بینیمشون، هی مثل استون مارتین امسال، به خاطر اینکه شروع کردن روی کانسپت درست کار کردن. و فکر میکنم امسال حتی اگه فراری بمونه، همینجوری بمونه، ما مکلارن رو 4م داشته باشیم، 4م قطعی. البته دارم نگاه میکنم استون مارتین هم 5 تا امتیاز بیشتر از فراری داره، یه جورایی تو میتونه تا 3 بجنگه مکلارن همین الانم. آره واقعا هم شکی توش نیست. اگر ببین آندره استلا خیلی آدم خفنیه، با اینکه میبینی همیشه خیلی آروم صحبت میکنه، مثلا این چی میگن، حاشیه نداره، یه جوریه که من خداییش انتظار ازش نداشتم، یعنی آره همیشه اصلا آدم. منم اول که اومد من نمیدونستم دقیقاً کیه، رفتم دنبالش ببینم کیه. آدم سوپر خفنیه، یعنی زک میدونست که اینو آورد. آدمیه که وقتی مثلا بهت میگم اینو راننده‌های قبلیش میگفتن وقتی آن را میاد بهت میگه که تو تیم من بمون، سال بعد جزو 3 تای اولت میکنم، میگفت این کارو میکرد. و تو هر تیمی بود این کارو میکرد. اگه حرفی میزد به یه راننده که آقا آره بمون فلان، قولی که میداد انجام میداد، چون از لحاظ تکنیکی سوپر آدم قویه. و همینطور از لحاظ مثلا دید طولانی مدت برنامه‌ریزی، ببین همون روز اول اومد روی سن ماشین رو نمیگه، گفت آقا ما تارگتامون رو ندیدیم فلان بهمان، ولی میدونیم باید چیکار کنیم. یه نیم فصل طول کشید، ولی کاری که باید انجام میداد، آره کاری که باید انجام داد کارشو انجام میداد و الان هم داره نتیجهشو حالا با باجت کپ میبینه گرفته. ولی آره، ولی من تو چجوری میبینی امسالو؟ به نظرت من الان که دارم نگاه میکنم تا 3 راحت میتونه بجنگه برای 3 شدن. ببین اگر بر فرض بگیم که همه تیما با همین روندی که دارن دیولپ کنن، آره به نظر من مکلارن 4م، چون فراری زیاد آره، چون حتی 3 شاید یکم سخته، ولی شاید آره. ببین الان فاصله فراری و استون مارتین که 4م و 3 این 91 191 اون 196 یه جورایی یه جا در نظر بگیره شد. آره ولی حرفی که من میخوام بزنم اینه، استون مارتین امتیازشو مقدار زیادشو یه راننده آورده. آره خب حتی اگه استون مارتین خوبم بمونه، باز یه راننده براش امتیاز خواهد آورد. واسه همین دارم میگم اینا دو تا راننده گشنه و تشنه داره. آره نه میخوام اینو منم هم دارم، یعنی تو تایید حرف تو میگم که ممکنه تا 3 بیاد، چون فراری ممکنه که اگه ببین همه اینا به فراری بستگی داره. اگه فرد واسور بتونه یه کاری بکنه این ماشین رو در حدی که یه کوچولو بهتر بشه، ممکنه استون مارتین از همه بیاد پایین‌تر اتفاقا، چون استون مارتین فعلا به قول معروف به دست انداز خورده. مکلارن هم خوب داره میتازونه، اما از اون برم میدونیم فراری یکم آپدیت های کوچیک دیگه میخوام البته فراری الان که یادم اومد گفته ما 0.4 ثانیه آپدیت داریم، ولی وقتی فراری یه چیزی میگه خیلی با اتفاقی که قراره بیفته فاصله داره. 4 ما حالا داشته اسپرسو میزده، 4 خیلی زیاده و چجوری به خصوص برای نیم فصل دوم که تو نمیتونی پرفورمنس آپگرید بدی، فقط آپگرید استابیلیتی و ریلایبیلیتی باید بدی. خب آپدیت چیزی میتونن توی همون میگنجوننش، ولی مثلا دیگه که موتور قوی کنی یا نمیدونم آیرودینامیک موتور که نمیتونی دست بزنی. آره نه منظورم اینه که مثلا بیای کیت آیرودینامیک خفنی بدی و فلان و اینا، از این خبرا نیست. فقط موقعی میتونی آیرودینامیک تحت تغییر بدی، بگی که این باعث میشه که سیفتی یا مثلا ریلایبیلیتی ماشین من بره بالاتر، ولی فقط به خاطر اینکه پرفورمنس ماشینت بره بالا رو فقط تو نیم فصل اول میتونی انجام بدی. من فکر میکنم پرفورمنس رو قرار نیست چیزی اضافه کنن بره بالا، پرفورمنس رو لاک کرده بودن به سمت پایین. به یادت باشه تو مسابقه 2 بود 3 بود ماشین فراری یادم نیست کدومشون، متاسفانه کلا چیز میز عوض کرد، قطع مته عوض کرد، به خاطر اینکه رو ماکسیمومش بود. تو اولین مسابقه که خاموش شد ماشین اصلا.
تو مسابقه دوم سوم بود، فکر کنم دوم بود، لکرک عوض کرد. لکرک نمیدونم باتری موتری عوض کرد. من فکر میکنم بعد از اون ماشین رو یکم از نظر قدرتی آوردن پایین تا بتونه به نیم فصل بکشه که هی پنالتی نخورن و الان میخوان اونو بدن بیرون، یعنی میخوان ماکسیموم چیزی که بود رو بدن، چیزی رو اضافه نکردن تا فقط یکم یعنی اوورکلاکی نمیشه این وسط حالا چیزی بخوایم توضیح بدیم، ولی همون ماشینی که هست رو میخوان دیگه حالا باش برن دیگه. خب آره باریکلا. برای همین من میگم یعنی اینکه میگه حالا اون میگه 14 ولی این ورش هم باید حساب کنی. میخندن بهش بگه 2 دهم بیشتر شدیم. آره ماشینی که یاد باشه فصل قبل هم همین مشکل رو داشت، اینا قدرت رو مجبور شدن اصلا داون تیون کنن، دیتیون کنن. الان مشکل همینه، فراری توی مسیری افتاده که خیلی سخته که حتی 1 دهم بتونه به دست بیاره، خیلی سخته براش حتی 1 دهم. حالا اون میگه 14. اسپانیا میخواستش داشتش میگفتش که ما یه آپگرید آوردیم که قراره تکونمون بده، ولی اتفاقا خیلی استیبل تر تو جایی که بود نگهشون داشت تا اینکه آره دقیقاً. اصلا بزرگترین چیز این خواهد بود که همین آخر آگوست ما میفهمیم چندن، برای اینکه دنفورس کمه این ترک و وقتی که دنفورس کم باشه دیگه پرفورمنس معلوم میشه. ببین چی میگم، ماشینا باید گاز بدن دیگه. آره مثل سیلورستون مثلا میفهمیم دیگه تیم‌ها چندن، به خاطر اینکه یادتون باشه برای نیم فصل تعطیلات نیم فصل 2 هفته کارخونه ها باید شات داون کنن. 2 هفته میتونن کار کنن، 2 هفته دوم میتونن کار کنن، 2 هفته اول آره باید شات داون کنن. یعنی الان همه تیم‌ها دارن کار میکنن در اصل تو 2 هفته دوم. خودت هم میدونید تیمایی که مثل استون مارتین، حالا آلپین سابق الان نه دیگه، آلپین، استون مارتین، بنز، اینا تیمایی که تو 2 هفته آپگریدی میتونن بدن که واقعا 1 دهم 2 دهم به دست بیارن. ولی فراری تا به امروز حداقل تو دوران مدرنی که من و تو دیدیم هیچ وقت چنین چیزی نداشته. نه میفهم چی به نظر منم همینه. یه حرفی زده و حالا کنترل که نمیندازه، بالاخره یه چیزی گفته که توی، یعنی من فکر می‌کنم فری بره پایین‌تر راستش، بخاطر این فری همین خواهد بود. ببین واقعا کسی که یه کاری میکنه اعتقاد داره که داره کار درستی میکنه، شاید هم واقعا همین هست. مثلا به کانسپت قبلی بنز اعتقادی بود که کل تیم داشت که درسته، یا همین اصلا امسال تو کانادا آپگریدی که استون مارتین داد بر این اساس دادن که گفتن ما قراره دیگه همیشه رو پودیوم باشیم. آلونسو میگفت ما هستیم دیگه، حالا نمیریم و برعکس شد. حالا میتونه اینم واقعا معتقد باشه آپگرید 4 دهم میره بالا، ولی تو واقعیت ببینیم نشد و شاید هست، چون بنزم توی سیمولیتور سال پیش ماشینش خیلی خفن بوده و مثلا همینه هی میگفتن آقا اینو بریم ولی تو واقعیت نشون نمیداده. باید ببینیم. آره. فکر نکنم تو این مسابقه را به آپگرید هاشون رو بدن فراری یا نه. من فکر میکنم 2 دهمش اینجاست. به نفعشونه که الان بدن توی این مسابقه که با دنفورس کمه. آره به خاطر دیتا به نفعشونه اینجا بدن که میتونن با سرعت بالا برن ببینن چند بنزم باید با آپگرید که تو سیلورستون اومد نیاد، چون سیلورستون اومد برای مسابقه بعدیش که پیچای خیلی کند داشت و چه میدونم داونفورس بالا داشت آپگرید داد. یادم نیست چرا، در صورتی که میتونست نگهش داره، ولی الان که سرعتیه به نظر من باید داره تو پکیجش داره آماده. فکر کنیم بنزم بتونیم به صورت واقعی ببینیم چنده الان. من شخصا فکر میکنم که این شما الان میشه گفت 3 تا تیم درباره‌اش صحبت کردیم. حالا توی تیمایی که گفتیم به نظر این میگم نظر شخصی من فراری بیشترین سقوط و فراری خواهد کرد تو این 3 تا تیم، نه اینکه یهو بره 8 منظورم نیست. آره میاد ولی اگه 5 بشه خیلی براشون بده و الان دارم جدول میبینم. ولی برای فصل بعدشون بد نیست. برای فصل بعدشون اگه چون فرد واسور آدمیه که واقعا ممکنه برای فصل بعد یه کار درستایی بکنه، اون موقع تایم CFD و فلان و اینا بیشتر خواهند داشت. حالا ولی می‌خواستم اینو بگم تو این تیم‌ها
اصلا من زیاد الان توجهم دیگه فراری نیست رو کراست. استون مارتین و مرسدس بنز الان خیلی جذاب‌تر شدن. اصلا مبارزه این چون بخصوص و مکلارن الان اصلا و مارتین مکلارن، فعلا باریکلا. بالاست به خاطر یک راننده خفنش. مکلارن 2 تا راننده خوب داره، خفن داره و الان هم با آپگریدی که داره تو کوالی که حداقل بالاتر از اینا الان تا مسابقه قبل وام ایستاد و حداقل میتونست چند لپ با مکس بجنگه. خواستم اینو بگم که این سه تا تیمو بتونیم ببندیم. تو این سه تا فراری میاد پایین‌تر از همه اگه بخوایم جای بذاریمشون. بین استون مارتین و مکلارن همین. بین استون مارتین و مکلارن اگر استون مارتین همین روالو بخواد بره جلو، میدونی چی میگم، مکلارن میره بالاتر. چون استون مارتین حتی یه کوچولو هم بخواد بهتر بشه، یه راننده نمیتونه 2 تا راننده رو بزنه. مکلارن تو بگو مکلارن 20% بهتر بشه، بعد استون مارتین 30%. اون 30% کمتر از مکلارن خواهد بود چون 2 تا راننده خوب دارن. برای سال بعد کجا میبینیم؟ من مکلارن سال بعد جنگجو میبینم. چارتای اول در حال جنگیدن میبینم که هی آپگرید میره بالا پایین میره. اول نمیشه 100% به نظر 90% هیچ وقت نمیشه گفت، ولی تو 4 نفر اول هی در حال زد و بند میبینمش. برای من هیجان انگیزترین چیز در مورد این فصل اینه که سال 2025 ما یه فصل عجیب غریب خوب خواهیم داشت. من اینو قول میدم. مثل 2021 دیگه. حالا آفرین، دقیقاً آخر مسابقه فاکتور بگیریم آخرشو فصل قشنگی بود برای من. فراری رو گفتیم، استون مارتین هم گفتیم. استون مارتین به نظر من 4م میشه و مکلارن همونجوری که تو هم گفتیم میاد بالا. میرسیم به مرسدس. مرسدس امسال 2 میبینم، 2 میشه. سال بعد نیم فصل پایین تر میبینم، نیم فصل اول. دلیل هم دارم. نیم فصل اول سال بعد حتی میتونم بگم نصفه نیم فصل اول تو در و دیوار میبینمش، به خاطر اینکه شاسی جدید میاد، یکم دیتاشون صفر میشه و شروع میکنن رو شاسی جدید آپگرید ها رو دادن. به نظر من 4-5 تا مسابقه تو در دیوار خواهم بود، ولی مثلا مکلارن و استون مارتین که یهو از ناکجا آباد اومدن و بوق زدن رفتن، میاد جلو و سعی میکنه دیگه بجنگه. من مرسدس سال بعد اینجوری میبینم. امسالم 2 میبینم. همیلتونم احتمال داره 3 ببینم به عنوان راننده. من فکر میکنم برسونه خودشو به 3 اگر یکم ماشینشون بهتر بشه. یه چیز حالا کوچولویی که بگم زیاد وقت نگیره اینه که توی دنیای مثلا طراحی بازی یا ویدیویی و اینا، موقعی که میخوان یه شخصیتی طراحی کنن، حالا مثلا کیلر، سروایور، هرچی، همیشه اول دیزاینرها اینو اوورپاور طراحی میکنن، اوپی به قول معروف، ماکسیمومش رو ببینن دیگه. ماکسیموم با یه چوب مثلا میزنه 50 نفر میمیرن فلان اینطوری. بعد شروع میکنن بالانس کردنش با کل بازی. همیشه همینطوریه. کاری که توی دوره هیبرید، توربو هیبرید کردش بنز همین بود. یه ماشین اوپی طراحی کرد، بعد شروع کرد یکم بالانس کردنش رو فلان. همون کاری که ردبول این سری تونست بکنه. یعنی یه ماشینی طراحی کرده که بیش از هر چیزه. تمام امید ما الان به چیه که اینا چون مشخصا دیتای خوبی نداشتن توی سیمیولیتور واسه توی سال قبل به خصوص که چنین چیزی عذاب در اومد. یعنی یه سری دیتاها نبوده که نشون بده اون ماشین مثلا پرپس خواهد داشت. یه سری دیتا اصلا فایده نداره به خاطر این اشتباهاتی که رخ داده. یعنی هیچ وقت نمیتونن روش حساب واکنن. برای همین امسال با اتفاقی که الان افتاد، اگر درسشون خوب گرفته باشن، سال بعد ماشین خوبی خواهد داشت بنز. من مطمئنم. من امسال هم مطمئن بودم به خاطر اینکه دیگه میگفتم اوکی این کانسپت رو میندازن دور، شروع میکنن به راهی که استون مارتین رفت، یه کم تو در دیوار، بعدش درست شدن. ولی روز معرفی فکر کنم 15 مارچ بود، فوریه بود، مارچ، که وقتی معرفی کردن گفتم خب شاید بتونن
بتره کنن. خیلی خوشحال بودم اون موقع، به عنوان طرفدار میگفتم میتره کنن، ولی الان دارم میبینم واقعا باید بیخیالش میشدن. هرچی اشتباه از اون برزیل داریم و به نظر من سال بعد واقعا با یه ماشین درست، به خاطر اینکه رقیب اندرو قاطی کردم، اندرو داره میاد اونجا و دیگه داره کانسپت خودشو با شاسی خودش. روز به فکر کن واسه کمپانی مثلا حالا بنز، ردبول، هر چی فرق نمیکنه، با کمپانی که بزرگن مثلا 2000 نفر آدم دارن روی این کانسپت کار میکنن، درسته؟ کلی پول خرج شده، فیبر کربن فلان، 1000 تا چیز. ببین دور انداختنش واقعا کار سخته، یعنی مثل بچه‌شون میمونه این کانسپت. بعد یهو میبینن این کانسپت جواب نداد، داغونه. یعنی اصلا همین که اصلا این تیم میتونه برگرده سر پا، میتونه بگه که آقا جواب نداد بندازیمش دور یکی دیگه، واقعا کار بزرگیه. ببین واسه ولی کردن تو بحرین، تو بحرین عکسش هست، توتو نشسته، همه مکانیک دورش وایس دادن و خبرنگارا میگن اون جوری که میشد فهمید از این مکالمه اینه که تمومش کنید، این کانسپت رو بندازیم دور آقا، فردا سرتون. اصلا فکر کنید چیزه. آره از صفر شروع کنیم. واقعا همین کارو کرد دیگه، چون یه سری کارا رو نمیتونه حالا انجام بده، مثلا جایگاه راننده، بالاخره شاسی مونوکوک دیگه خیلی تاثیر داره توی بالانس وزن، توی خیلی چیزا و اونو هنوز نمیتونن تغییر بدن. مثلا همین میگن چند تا مسابقه اول تو در دیوار خواهم بود. آره میدونی الان مثل چی میمونه الان واسه نیم فصل دوم، حتی مثل میمونه که تو با یه دونه چکش مینیاتوری بهت بگن که برو یه دونه مثلا قلعه رو تخریب کن، یا 10,000 سال طول میکشه یا نمیشه. این کانسپت هم الان قضیهش همینه، تا یه جایی میتونن ببرنش جلو، اینی که همین حتی امسال دارن روش کار میکنن خیلی، ولی چون اون ریشه بیسه هنوز خرابه باید بریم واسه سال بعد. همه ما هم سال قبل هم همین بود، چشمون به سال بعد بود، امسال هم با چشمون به سال بعد. قشنگی فرمول 1 به همینه دیگه. حتی یکی که طرفدار ویلیامز هم همچنان چشمش به برده. میرسیم به اولین تیم. بگو 15 ثانیه فقط اینو میگم، این نشون میده، همه اینا نشون میده که باجت کپ، نمیدونم 1001 کوفت و زهرمار دیگه ای که قوانین جدید گذاشتن هیچ کدوم جواب نداده. آره این جواب نده و باید روی این فکر کنن، چون آره این اصلا خودش بحثیه، یه بحثی که تو 5 دقیقه نمیتونیم جمعش کنیم. آره میرسیم به ردبول و ردبول به من بگو. من فکر میکنم ردبول سال بعد قوی مثل امسال ظاهر بشه، چون همون جوری که تو میگی یه ماشین خفن طراحی کردن، فقط قدرتش رو کم کردن که ببینن جایی که لازمه یکم پیچش رو شل کنن بهتر بره. و من فکر میکنم این ماشین قشنگ 1 ثانیه دیگه داره، 1 ثانیه دیگه تو آستینش داره بخواد بهش این ماشین سال بعدم قهرمانه، شک نکن. ببین با مکس نه با چکو، این ماشین با رانندگی مکس سال بعد قهرمانه، اصلا شک نکنین تو این موضوع. ولی اینو در نظر داشته باشه شاید قهرمانی ماشین رو از دست بدن، مثل داستان استون مارتین. بالاخره ماشین بنز خوب بشه، شاید اول نشه ولی بتونه 2 تا راننده خوب امتیاز بالا جمع کنن، یا مکلارن یا استون مارتین، هر کدوم دیگه. حالا استون مارتین همچنان نه فراری، ولی من فکر میکنم همچنان این ماشین 1 ثانیه دیگه داره که اصلا رو نکرده. سال بعد این 1 ثانیه رو میکنه. ما الان نیم فصلیم، آلردی 1 ثانیه جلوه، 8 ثانیه تو کوالی میزنه جلو. پس تقریبا 2 ثانیه همه تیما همین الان از ماشین سال بعدش عقبیم. 8 ثانیه رو راحت میزنه جلوها. ببین روزایی که بالانس ماشین درسته رو نگاه کن، نه اون روزی که بالانس مثلا خوب نیست. موقعی که پنجره بالانس ماشینشون درسته تو کوالی، عددی که میخوان رو به دست میارن، این نیست عددی که میتونن، نیست عددی که میخواد و مکس میزنه. اینو من جدی دارم میگم. نه آره این ماشین اوپیه، چوب ماشین دستشونه مثل کامپیوتر میمونه، میگه تو میتونی الان اینو بزنی. حالا گفت این یاد مالزی بود فکر کنم که کجا بوده، همیلتون از کامپیوتر امتیازش بالاتر شد. کامپیوتر گفته بود همیلتون میتونه مثلا 1.21.7 بزنه، ماکسیمومی که میشه زد، و همیلتون 1.21 مثلا 3 زد.
و اینم میتونم همینه. ویدیوشو برات پیدا کنم. آره آره از اینم ماکسیموم واقعا ماشین همینه. بالاتر زد. فعلا ردبول اوله، همچنان اوله. سال بعد هم من تا نیم فصل اول قوی اول میبینمش. تازه سال بعد معلوم میشه کی میخواد باش بجنگی. تا الان همه داشتن جا عوض میکردن. هی یه روز استون مارتین، یه روز مکلارن، یه روز فراری، یه روز مایم به عنوان بنز. جایگاه فیکس کی نداره. سال بعد شاید یکی بگه اوکی من به صورت ثابت باد میجنگم، سعی میکنم تحت فشار بذارم و 2025 ازت بدزدم. چون من فکر میکنم ردبول فعلا باید اول باشه. من تنها امیدم، حالا میخوام دیگه من یعنی تمامش این ورشو تمام کنم، اینه که تنها امید من اینه که سال بعد نیم فصل دوم ما 3 تا تیم داشته باشیم که آن و آف بتونن با هم بجنگن. این نباشه که اصلا بدزدن اول بودن چون اینجوری آره. قشنگ‌تره تا اینکه یکی اینطوری قشنگ‌تر میشه. آره 500 تا الان امتیاز داره ردبول و مرسدس 247 و نفر سوم 196 تا. یعنی اگه این یکم بهتر بود قشنگ‌تر بود، یعنی دو تا تیمای پایین‌تر بالاتر بودن، نه اینکه ردبول بیاد پایین‌تر. چون من با این موضوع هم مخالفم، مخصوصا با اتفاقاتی که افتاده. نمیتونم الان تو 2 دقیقه آخر بگم مثل برداشتن دیارس و اینا موضوع رو حل نمی‌کنه. به جای این کارا باید یه کارای دیگه کرد. خلاصه این که میخوام بگم که این بود از پادکست ما و امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای ما بنویسید نظراتتون و کامنتتون و اصلا درباره این موضوع بحث کنید. ما هم میایم پایینش باهاتون میشینیم به بحث کردن چون خیلی کیف میده. و هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. میسپارم میکروفون به شاهین با اون خدافظی معرفش با اون خدافظی کنه. منم از همه خداحافظی میکنم. همه چیزای خوبی که روزبه گفت، کامنت فلان، بهمان، امیدوارم که لذت ببرین از پادکست. آره از پادکست لذت ببرین. هفته بعد میبینیمتون و از من خداحافظ. قربان تو.